بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که یاری خدا و فتح بیامد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، و مردم را ببینی که در دین خود گروه گروه داخل می شوند. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس پروردگار خود را با ستایش و پاکی یاد کن و از وی آمرزش طلب کن. و درستی که خدا توبه پذیر است.